شما منو نمیشناسین، منم شما رو نمیشناسم، اما شاید خیلی بیشتر از انتظارمون با هم وجه مشترک داشته باشیم. این داستان زندگی من از طریق پالاروید هست. این منم، مینا. احتمالاً یه دختر معمولی دیگه با آرزو و هدفهای معمولی. دوست پسر، ازدواج، بچه. اینم منم. 4 سال بعد توی تولدم، از صورتی که به شدت های به نظر میرسه. درست مثل خود 27 ساله الانم. این مادرمه. احتمالاً فکر میکنه فوق‌العاده ترین دختر روی این زمین رو به دنیا آورده. یه دختر خوشحال و حرف گوش کن، با کلی امید و آرزو. این پدرمه. احتمالاً امیدواره تنها دخترش روزی جا پای اون بذاره و قله‌های موفقیت رو فتح کنه. تا وقتی که به 18 سالگی برسم، سعی کردم که بهترین دختر برای پدر و مادرم باشم. بهشون احترام بذارم، عشق بورزم و زندگی رو طبق خواستای اونا جلو ببرم. اما توی 19 سالگی یه سیلی بزرگ از دنیا خوردم. دنیا بهم میگفت که دنبال آرزو و استعدادام برم، حتی اگر کاملا مخالف خواسته و انتظارات پدر و مادرم باشه. انتخاب کردن مسیر زندگیم طبق خواسته خودم برام خوشحالی فراوانی به همراه داشت. اما در اعماق وجودم همچنان با شک و تردید بسیاری دست و پنجه نرم می‌کردم. تغییر رشته از تجربی به هنر برام چالش برانگیز بود. با وجود تمام سختی‌ها تونستم علاقه‌ام به فشن رو دنبال کنم. نمره‌های بالا توی لیسانسم بگیرم و ارشدم رو توی ایتالیا تموم کنم و پله پله به اون اعتماد به نفسی که همیشه آرزوم بود برسم. سفر به دور دنیا، تجربه کردن عشق، دوستی‌های تموم شده، قضا عشق‌های فراوان. من داشتم دونه لیست آرزوام رو خط می‌زدم. به طرز عجیبی توی اون لحظه‌ای که به همه آرزوام رسیدم، احساس افسردگی اومد سراغم. من مینام و این داستان زندگی منه.